هلو ویلکام سویتی فرند. چه خبر؟ سلامتی. ما برگشتیم با یه چالش دیگه. چالش امروزمون چیه دیدیم؟ چالش اسمش میذاریم شکلات احساساتی. شکلات احساساتی. دیدم اسمارتیز احساساتی. چالش اسمارتیزی. الان اسمش داخل اونه ها و اینه میخوندم ببینم اسم واقعیش چیه. حالا مهم نیست. ما اسمش رو گذاشتیم اسمارتیز احساساتی. اسمارتیز احساساتی. موضوع امروزمون اینجوریه که ما داخل این چند تا رنگ داریم دیگه. بالاخره اسمارتیز رنگه. آره. الان قرمز در اومد. قرمز علامت چیه؟ قرمز علامت غمگین بودنه. یعنی باید راجع به چیزایی صحبت کنیم اگه قرمز در اومد که ما رو غمگین میکنه. چه چیزایی منو غمگین میکنه باید راجع بهش صحبت کنیم. و اون چیزایی رو به نظرم باید بگه که یه چیز دیگه در اومد حالا. چالش برانگیزه. زرد. اوکی؟ بگو. یعنی چیزایی که همه میدونن نه. چیزایی که چالش برانگیزه رو باید بگه. الان زرد یعنی زرد خوشحالی. راجع به یه چیزی که خوشحالت میکنه حرف بزن. میگیم حالا. میگیم؟ اوکی. از پس اول تو برو که من بدونم در چه چالش برانگیزه. نه تو بگو. آخه من نمیتونم زیاد من چالشی نیستم. این تو چالشی داری. هر روز داری چالش میذاری این استاد چالشی. تو برو. بله. آنه شدی؟ بچه ها لایک کنید و سابسکرایب یادتون نره. این استاهای ما رو هم فالو کنید. برو که داشته باشیم 1 2 3 4 خب بچه ها ما برگشتیم با اسمارتیس همون. حالا میخواییم اسمارتیس رو باز کنیم. صداش گوش خراشه. شانس نمیدادون برنگ مانگی. خب من اول اسمارتیسی که برمی دارم اینجوری. اول برداشتی؟ برداشت نشون بده. نشون میدم بعد میخورم. اسمارتیس نارنجی. نارنجی علامت عصبانی بودن. راجع به چیزایی حرف بزن که تو رو عصبانی چیزی هم به من گفتاد. تو زیاد عصبانی میشی که یه موردشو بگو. بارو کام شو بابا. شاید من ولی دیدم عصبانی میشی. خب بچه من چیزی که باعث عصبانیت هم میشه گشنگیه. گشنگی باعث میشه تو عصبانی بشی. در چیزی که تو ذهنم اومد گشنگی. ولی خدایی آره گشنه میشه خیلی عصبی میشی. حاجا من این غذا بهم نرسه واقعا عصبی میشه واقعا. شاید بعضی جا به روم نیارم ولی واقعا آره یه ذره تحمل میکنم. یه صبرش لبریز بشه دیگه میترکه از عصبانیت. پس گشنگی باعث عصبانیت من میشه. لطفا بای. مسئولین پشت صحنه ما رو ترک کرد. فعلا خدا حافظ. پس لطفا این کار کنید من گشنه نمونم. غذای من بیارید. بله. اسمارتیس تو بکش بیرون ببینم چیه. همیشون بزنم. چقدر جا داره اون تو هم بخوره. دوباره قرمز در اومد واسه من. قرمز در اومد. قرمز نشانه غمگین چیزایی که منو غمگین چیزی که باعث ناراحتی میشه. واسه من اینکه مثلا اینکه یه چیزی که واقعا از اولش الان تو ذهنم اومده سعی می‌کنم به یه چیز دیگه فکر کنم ولی به فکرم نمیرسه. واقعا اینه که مردم بهم دروغ بگن یا نسبت بهم دوروبازی در بیارن. مردم یا نزدیکا که خیلی مهم‌تره. آره اینکه نزدیکان بهم دروغ بگن یا دوروبازی رو مثلا بهم نشون بدن خودشون خیلی ناراحتم میکنه. از اون بیشتر اینه که یعنی یکی از عزیزان من بهم نارو بزنه دروغ بگه 1000 تا کار بد به من در بیاره، باز یه چیزی که خیلی بیشتر من ناراحت میکنه اینه که اونی که دوستش دارم یه چیزیش بشه. اونجوری خیلی ناراحت میشم.
خب عزیزم همین ناراحت میشه. بیشترین چیزی که منو غمگین میکنه این که ببینم مثلا اونی که دوستش دارم مشکل داره. اگه من اوف بشم ناراحت دیگه اصلا دوست ندارم ببینم اونایی که دوستشون دارم دور و بریام عذاب بکشن. پس چرا منو فلک میکنی؟ این همه تو منو فلک کردی. تو خب ناراحت میشی. من نگفتم ناراحت میشم که. آها خب من ندیدی مگه محکم نمیدارم که آروم میزنم. بس روز اخیر 20 روز اخیر چی خیلی ناراحتت کرد؟ دوست هم نداشته باشم. دوست هم نداشته باشم. اونی که تو رو بشناسه مطمئن باش دوستت داره. چون آدم دوست داشتنی هستی. نکبت چندش درد خوشحالی چی باعث میشه که تو خیلی خوشحال بشی؟ مانی مانی بجز اون چیزی برای خوشحالی نداره. اون که باشه همه خوشحالی های دنیا برات کلام عزیزم. درود به مرامت، درود به عظمتت، درود به بزرگیت، به جسارتت. امیدوارم که همتون همیشه خوشحال بشید و مانی داشته باشید. مانی داشته باشید. ایشالله همه اونایی که ما رو سابسکرایب کردن مانی داشته باشید. پر از مانی بشن. هم جیباتون پر مانی. شالت میکنه. همونه دیگه. مانی؟ یا مانی. واقعا پول به نظر من یه چیزی خیلی مهمه تو زندگی و باید باشه. خرج و بالخرجی و باید اسکناس خرج کنی. نظر من اینه که توی دلت سردی بشینه گریه کنی گل من نزا عشقاتو منم واقعا؟ آره الان من پول رو انتخاب کردم. سبز. دو تا سبز همه کنی؟ هیجان چی تو رو به وجد میاره؟ به هیجان این اصرار کردی گفتم بگم دیگه. نه خیلی نداره. بگو چی منو به هیجان میاره؟ خب کارهای هیجان انگیز خیلی تاثیرگذار بود. تموم شد. ولی خدای من چون ورزشکار بودم همیشه با مثلا بیشترین هیجانی که مثلا تو زندگیم داشتم اون موقع اسکای رانینگ بوده، مثلا وقتی که از مسابقه برنده می شدم بوده یا تو مسابقه بودم بوده. اون منو خیلی به وجد میاره. جدی ورزش کردن خیلی منو هیجان زده میکنه دیگه. وقتی ویو بالا میگیری من خیلی هیجان زده میشم. دیگه خب همین بسه. اونو بس دیگه. نوبت سویتیه. خب بچه سفید اومد. سفید میشه احساساتی. چی منو احساساتی میکنه؟ چطور احساساتی؟ خواستگاری. جمع از خنده دنگ. نه واقعا. چی؟ من؟ تو نه چیزی که باعث میشه که من احساساتم برانگیخته بشه یه چیزی منو خیلی تا الان احساساتی کرده. اونم روزی بودش که من هومنو دیدم. کنسرت رفتی؟ خیلی احساساتی شدی؟ خوشحال شدی؟ خیلی چیزی که باعث میشه احساسات من برانگیخته بشه اینه که یه بار دیگه برم هومنو ببینم.
به تو میگن طرفدار درجه 1. اگه شما میخواستید این بازی رو انجام بدید یه پیشنهادی دارم. مثلا یه چیز کلی راجع به خودت نگی. مثلا من تو 2 نفره بازی کنیم، حالا بعدن یا سری بعد مثلا تو این زرد و سبز و نارنجی سفیدابی این رنگا رو راجع به من بگو. مثلا من چیکار کنم تو خوشحال میشی. اینجوری نه باله. اینجوری بازی کنید، اونجوری هم حال میده. رنگ بعدی سفید. سفید. ناریه چه دادیش تو؟ سفید. سفید چی بود؟ سفید چی بود؟ احساساتی. چی باعث میشه تو خیلی سفید رو بخورم دیگه دوباره نیاد بیرون. چی باعث میشه احساساتی بشی؟ چشم قرقر بشه. $2,000 years later. احساسات متقابل. مثلا من تو رو خیلی دوست دارم. من تو دوست دارم. مثلا بعد دنبال متقابل. مثلا من تو رو خیلی دوست دارم. بعد میفهمم تو هم واقعا همونقدر من دوست داری. اون خیلی خوشحالم میکنه. یعنی همونقدر که من تو دوست دارم تو هم من دوست داری. خیلی قرقات میشه. از کجا بفهمم همونقدر که من تو دوستم تو من دوست داری؟ خوشی من بکشی. من باید اینو بفهمم نه تو. ای از من کجا که فقط بدونم؟ تو رو دارم. یعنی تو فقط من دوست داری؟ تو فقط با من رفیقی؟ خب یعنی فقط تو رو دوست دارم. یعنی واقعا منو خیلی دوست داری؟ اگه دوستم داری دوستم کن. روژه ربی شدی. یه روژه رب خوشگل. خب دوستان گفتی؟ آره گفتم احساسات متقابل. من احساساتی میکنم. من آبی بازم باشم داریم. آبی؟ آرامش. آرامش. چی بهت حس آرامش میده؟ یه آرام پول. خیلی پول داشته باشی آرامش پیدا میکنی؟ من چیزای دیگه. آبی. چه آبیش خوشگله. بگو. خب پولم هست. نه چرا پول خیلی 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 زیاد باشه چرا؟ آره پولم هست. ولی یه چیزی که خیلی حس آرامش بهم میده مثلا این که ببینم اونایی که دوستشون دارم در آرامشن من آرامش پیدا میکنم. نشستم به در نگاه میکنم، دریچه آه میکشد. یه دونه دیگه من در میارم یه دونه دیگه تو. باش. من در میارم. سبز چیه؟ هیجان. هیجان. چی هیجان درت میکنه؟ چیزی که هیجان زدم میکنه یه پیامه. مخاطب خاصی داری واسه این حرفه؟ بانک معلومه. ملیه. پیامه که باری. نه مثل اینکه مخاطب خاصی نداشت. مخاطبش بانک بود. نه حالا جدی دور از شوخی، اینو درس مسخره گفتم ولی یه مخاطب خاص داره بچه. جون از هواپیما بپرم پایین. سبز بود. هواپیما بپر پایین. منم خیلی هیجان زده میشم. خیلی حال میده. آره مثلا شهر بازی رفتنی من خیلی هیجان زده میشم. آدرنالین خونم اون موقع خیلی میره بالا. آدم خیلی میره بالا. ببین درسته یکم میترسم ولی احساس میکنم خیلی دوست دارم. آره دیگه مثلا چتر بازی میکنن. یه بار انجامش بدم ممکنه اون چتر هیچ وقت باز نشه. خب همیشه به چیزای بعدش هم فکر میکنم ولی اگه باز بشه حال میده دیگه. میشه. الکی نمیبرن تو رو که از یه چتر سوراخ آبی. اینم آدم مردن چی شدم پس. ایشالله که چتری که تو میخوای باش بپری. کلا کارهای هیجان انگیز خیلی آره خب کارهای هیجان انگیز آدمو به هیجان میاره. کم خورشید پشتش به ماست. تا حالا میدونستی؟ نه.
منم بانجی جامپینگ و نمیدونم این سرسره که این چی بشه میگن تلکابین رو نمیدونم این دستگاه هیجان انگیزی پارک‌های بزرگ و اینا خیلی حال میده. خیلی حال میده. از یه چیز هیجان انگیز هست که من ازش متنفرم، فیلم ترسناک. من دوست ندارم. متنفرم. خب به انا اصلا هیجان انگیز نیست، فقط میترسی. چه هیجانی؟ واقعا اون هیجان نداره، اون ترسه. آره روی شدی. اون ترسه. ترس فرق داره با هیجان. اصلا میگم یه چیز یه هورمون دیگه داره به جای یه آدرنالین. چیز مسخره‌ایه. نوبت منه؟ آخرش یکی مونده. نارنجی چی بود؟ عصبانی. او آخرین بخشو قراره با عصبانی شدن من تمام کنیم. من زیاد عصبانی نمیشم ولی آره بچه ها عصبانیاتت رو دیدن. تو ویدیوهای قبلی هستش عصبانی میخنده عصبانی میشه. ولی جدی عصبانی میشم سعی میکنم همیشه اکثر اوقات عصبانی میشم محل رو ترک میکنم. ولی حالا چی منو عصبانی میکنه؟ چی تو عصبانی میکنه که محل رو ترک میکنه؟ من اینکه یکی بهم زورگویی کنه خیلی عصبانی میشم. مثلا چه جوری؟ مثلا سر کار که کار میکردیم ما با هم دیگه دیدی بعضی وقتا به آدم زورگویی میکنن. آره دیگه کار من خیلی آره من خیلی عصبانی میشم وقتی حق خوری میشه نسبت بهم یا زورگویی میشه نسبت بهم خیلی عصبانی میشم. من ناراحت میشم عصبانی میشم. یه شعر میخوام یه شعر میخوام براتون بخونم. دو این که بی تو خودمو تک و تنها میبینم هر جا که پا میذارم خوانندش کیه؟ سر اونجا میبینم یادمه اومنه؟ چشمای تو من نمیگونم این ها خیلی غمگین نمیکنم. خواننده کیه؟ خواننده کیه؟ رفت رو مخم. خودمو یادم چیز بود داریوش بود فکر کنم. خواننده مورد علاقه میدونم. خب بچه ها شما بگید که زرد، سبز، قرمز، نارنجی، سفید و آبی زندگیتون چیه؟ و اینکه اگه یه روز نشسته بودید تو سرتون سر رفته بودین بازی انجام بدید، هم مثلا بیشتر با هم دیگه آشنا میشید. حتی اگه خواهران بشینن با این بازی رو کنن، چون آدما احساساتشون عوض میشه هرچی بزرگتر میشه. ممکنه زرد تو بچه بودی یه چیز دیگه بود ولی الان تغییر کرده باشه. و اینکه میتونید هم دیگه یه ذره بیشتر بشناسید. خداحافظی میکنیم بچه ها. اصلا لایک و کامنت سابسکرایب خیلی دوستتون داریم. خیلی زیاد. امیدوارم از این که راجع به احساسات ما چی شدید مطلع شدید خوشحال شده باشید. و شما سفید زندگی مایید. سفید چی بود؟ احساساتی؟ آره دیگه شما احساسات ما رو برانگیزید. احساسات ما رو برانگیخته میکنید. دوستتون داریم بچه ها خیلی زیاد. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. دوستتون داریم. بای 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 بای.